سلام، با آرتور آشنا بشین. آرتور خیلی خوشحاله چون داره برای تعطیلات آخر هفته میره پیش پسر عموش توی سوئیس. اما یه اتفاق بدی افتاد. دوتا موتور هواپیمای آرتور از کار افتاده و دارن سقوط میکنن. زود باش آرتور، مجبوری زود باش. آرتور بپر، تو میتونی. آرتور الان داره با سرعت 50 متر بر ثانیه بدون چتر سقوط میکنه. چتری هم در کار نیست. این زیاد طول نخواهد کشید. آرتور درست 3 دقیقه دیگه به زمین خواهد رسید. الان آرتور درست 9000 متر از زمین فاصله داره. آرتور شرایط خیلی بدی داره. توی این ارتفاع هوا کمه و نبود اکسیژن باعث میشه آرتور هوشیاریشو از دست بده. آرتور، هی آرتور. خب به هر حال آرتور هنوز اول راهیم، خودتو نباز رفیق. تا اینجای کار آرتور 1/3 راه رو طی کرده و الان آرتور 6000 متر با زمین فاصله داره. خبر خوب این که آرتور الان میتونه راحت نفس بکشه، ولی این میتونه جونش رو نجات بده؟ فرض کنیم آرتور از هواپیما پرید. هواپیما از هم متلاشی شد و اجسام هم با آرتور در حال سقوط هستن. اینجوری آرتور میتونه وسایلی که در حال سقوط هستن رو بگیره و برای خودش سپر قرار بده. این سپرها شاید بتونن جون آرتور رو از سقوط نجات بدن. پس آرتور باید خیلی عجله کنه. آرتور به جای حساسی رسیدیم. باید سعی کنی سقوط خوبی داشته باشی. نباید روی بتون بیفتی. همینطور آب هم نمیشه. قطعاً که جسم نوک‌تیزی مثل برج ایفل که اصلاً نمیشه. بهترین احتمال افتادن روی خروار علوفه است. یه مقدار زیادی برف. از همه بهتر یک کارخونه عروسک سازیه. در نهایت وقتش رسید آرتور. بهتر دستاتو باز کنی یا یه سقوط راحتی داشته باشی. 3 2 1. خب آرتور، چه احساسی داری؟ آرتور زنده ای؟ این فقط یک آغازه. با ما همراه باشیم.